شکست عثمانیان و از بین رفتن این ایمپریا. عثمانیان در عصر 20 از میان رفتند. البته وقتی که آنها در جنگ یکم جهانی هم پیمان آلمان شدند. آلمان، عثمانیان، بلغارستان و استرو-ونگریا اینها در جنگ شکست خوردند. سال 1918 آتش بس را عثمانیان امضا کردند. ایمپریای استرو-ونگریا هم به چند کشور تقسیم شد. عثمانیان هم از جمله آنهاست. همین طور ایمپریایی که تا مرکز اروپا تا خلیج فارس و شمال افریقا گسترش داشت پاره شد. دولت‌های پیروز به مثال فرانسه، انگلیا با این سرزمین ها سر درآوردند. به سرزمین های عثمانی به مثال سوریه، عراق، فلسطین و دیگر سرزمین ها. معاهده ای که عثمانیان با دولت های پیروز بستند از 100 صحیفه و 433 ماده عبارت بود. از روی این معاهده سرزمین های فلسطین، عراق، سوریه و حجاز به هیئت فرانسه و انگلیا می‌گذشتند. از روی ماده 88 این معاهده عثمانیان باید ارمنستان را یعنی استقلالیت کامل ارمنستان را به رسمیت می‌شناختند. ماده های 62 تا 64 این معاهده میگفت کردها باید خودمختار باشند در هیئت عثمانیان. قسمت های جنوب و غربی امپراتوری را ایتالیا و یونان طلب کردند و گرفتند. در این معاهده آمده بود که عثمانیان نباید از 50,000 سرباز زیاد داشته باشند. سلطان محمد ششم عثمانی می گفت اگرچه دیگر سرزمین ها را از دست دادیم باید انطالیا و دیگر سرزمین هایی که امروز در ترکیه هستند از دست نرود. قدرت ما باید پایدار بماند. این عقیده سلطان محمد ششم را نظامیان علل خصوص مصطفی کمال نمیخواستند. آنها انقلاب کردند. ترکیه را صاحب استقلال کردند. حاکمیت عثمانیان را از میان بردند. مصطفی کمال نتوانست یک ترکیه بزرگ یا سرزمین های سابق امپراتوری را برقرار کند، اما توانست استقلالیت کامل را برای ترکیه به دست بیاورد.